شما تاجیکستان را تاریکستان کردید. مگر شما نبودید وعده داده بودید که بعد چند سال همه خانه ها نورباران می شود؟ شما نبودید که ما راغون می سازیم گویان از مردم، از نان دهن مردم گرفتید، مجبور کردید که مردم فرزندهاشان سهمیه بانو و راغون شاه نام کنند. کنی سهمیه بانو، کنی راغون شاه، کنی پولی مردم، کنی اون 200 میلیون دلاری که خانه به خانه گشتید و از مردم جمع کردید مثل یک گدا. واقعا درباره گدایی و در همین پیامتان محترم رحمانوف، شما یک چیزی عجیب گفتید. بگذار گدا باشیم ولی در وطن خود باشیم. نه، ما نمیخوایم گدا باشیم. ما میخوایم ثروتمند باشیم. ما میخوایم دولتمند باشیم. چرا شما خود شما نمیخواید گدا باشید؟ چرا به ما فلسفه گدایی و کمبغلی را می آموزید؟ چرا شما میخواید در قصرها زندگی کنید همراه فرزندانتان؟ چی مگر فرزندهای ما را یا فرزندهای دیگران را کرکدیل تولد کرده است؟